وقتی فصل 12 مسابقه شهروند و مافیا شروع شد، نمیدونستیم نسل جدید مافیا قراره یه ستاره بهمون هدیه بده. داریم راجع به یه بازیکن بی زرق و برق و بی حاشیه صحبت میکنیم. کسی که تو نگاه اول به نظر نمی اومد اونقدر جاه طلب باشه، ولی گذر زمان خیلی از باورهای ما رو تغییر داد. کسی که کمتر پیش میاد حرف اضافه‌ای بزنه و انگار همه حواسش توی بازیه. شاید راز بازیش همین بوده که تونسته بهترین شهروند بازی مافیا باشه. علی جوادی. سلام رفقا، من علی ام، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بچه شهروند بازی صبورانه حمایت کنه، جسورانه اتهام بزن. از نظر من کیان میتونه مافیا باشه، امیر حسین و مسعود و من اتهام میزنم، ولی همه اینا رو ول کن. من فردا فقط امیر قشقایی ام. 9 مافیاست. استاد چی داری میگی؟ استاد معتقده تو روزی که من بهش رأی دادم شهرونده رو ول کردم، به یارم اتهام زدم که یارم تفنگ بخوره بره بیرون. آقا محسن مافیا وقتی اومد تو دفاع چرا به 9 رأی نداد که تک دفاع نشه؟ شماره دو اتهام که زدیم میذارم رو حساب سن و سال. بچا شماره 5 قطعی مافیاست. شماره 5 معتقد 3 و 2 و 1 همه شهروندن، 4 باش هم نظر بوده، ذهنش فقط پردازش میکنه 3 ثانیه قبل از خودش، پس 5 میشه قطعی مافیا. انگار این عادت علیه که همیشه نقش اول باشه. حتی وقتی بیشتر از بقیه دیده نمیشه کاری کنه که در موردش حرف بزنن. تو اکثر تورنمنت‌های مهم حضور داره و انگار دوست نداره هیچ لحظه ای رو از دست بده. همین حضور فعالش باعث شده با اینکه نسل دویی حساب میشه ولی یه کوه تجربه پشت خودش داشته باشه. علی حالا خوب بلده با لحظه های سخت بازی چطوری برخورد کنه. مسلط و مطمئن. دستگاه فکت سازیش همیشه روشنه و حتی بیشتر از اون چیزی که لازمه فکت میسازه. اما این همه ماجرا نیست. میتونه انقدر بلند این فکت ها رو فریاد بزنه که دیوارهای استودیو بلرزه. محسن گلیج اگه شهروندی برگرد، آخرین اختار رو داد. چرا 2 تا مافیا با هم رأی ندادن؟ چون شو میشن استاد. استاد تو به ارور نمیخوری. مافیا منو 1 و 10 و 5 فقط رأی بدید شماره 3 بره بیرون. آقا تو فدا شو، وصیت کن، من اتهامتو میدم بیرون. رفیق تو یه تیم شهروندی چیدی، یه مافیا هم اینجا نشسته. کیان تو شهروندی، چرا دیروز به اون رأی دادی؟ به اتهام خودت رأی ندادی. قندتون رو امروز میگیر. چرا به 4 اتهام نمیزنی؟ آقا علی حساب یه وصیت بکن فعلا. من یه سوال از شما دارم. شما میدونی اگه یه لنگ از دمپایی ابریت گم شه چی میشه؟ خیر، دمپاییت نیمه ابری میشه. همه اینا رو ول کنید. آقا امیر درویش میگن هدف نهایی آدم‌ها نه تا ابد زنده بودن، بلکه ساختن چیزهاییه که تا ابد زنده میمونه. از نظر ما وقتی یکی روز اول بازی چین تیم مافیا رو گردن میگیره، داره یه اثر هنری میسازه. چیزی مثل یه باگ که تو حالت عادی رخ نمیده. کاری که کمتر بازیکنی قادر به انجامش هست، ولی تانک دنیای مافیا بارها و بارها جلوی دوربین انجامش داده. حتما براتون جالبه که بدونین وقتی علی جوادی و سینا عنایتی با هم شهروند باشن، هیچ بازی نبوده که بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه و شهروند پیروزش نباشه. علی خوب میدونه رویاها اون چیزی نیستن که تو خواب میبینیم. اون چیزی هن که نمیذارن به خواب بریم.